و بیسوادی نرخگذار است. اون موادی که امروز مثلا 20 سامانی است، اندک بعد نگاه میکنیم که 50 سامانی شد. اساس ندارد که بالاش نرخگذاشته باشه. اگر 2 سامانی 3 سامانی قیمت کرد فهمیدن ممکن است. ببینید فروشنده در اون افتخار میکند که من همین چیزی 20 سامانی را 80 فروختم. جولان میکند، خرسند میشد، پول دارد پچکه پچکه، اما این در 100 جای دیگه مصرف میشد، تمام عمر بیمار است. از نگاه روح و روانی، از نگاه اهل بیت بستگانش، مال مؤمن مار خانش بود، این مار جایی را میگزد. این سنت الهی است. فریب کردن هیچ وقت راه بردن نیست، بعد باخت است، ناکامی است و عاقبت پشیمانی است. علاوه بر اون که اخلاق و ادب کاسته هست، از همون کسانی که نرخ را به اساس بالا میبردارن، گویا که دیگر خدای ایمان و وجدان انسانی است، گویا نادیده میگیرن، بالای همین بدزبان هم هستند.